سلام. یه خبری که 24 اکتبر 2024 اعلام شد توسط خود آقای جاستین گفتش که میخواد به طور قابل توجهی توی سالهای آینده تعداد مهاجرا رو کمتر بکنه. مثلا تصمیمش اینه که سال 2025 395,000 تا قبول کنه، 2026 380 تا و 2027 365,000 تا. همینجوری داره کمش میکنه. دلیلی هم که آورده اینه که روی مسکن و خدمات اجتماعی خیلی فشار هست، نیاز هستش که یک تعادلی برقرار بشه. یا اون آقای مارک میلر گفته که حجم بالای مهاجرا باعث نگرانی برای ما شده و اون آقایی که رهبر حزب محافظه کارشون هم هست گفته که مشکلاتمون خیلی زیاده و بهتره که از ورود مهاجرین جلوگیری کنیم. خب باشه، قبول، تا اینجاش قبول. بعدش گفته که میخواد تعداد ویزای دانشجویی و کارگر موقت رو کم بکنه. من واقعا برای من سواله که ببین ما به عنوان یک دانشجوی بین‌المللی وقتی که دنبال خدمات اجتماعی میگردیم، در هر اداره‌ای رو میزنیم اولویت رو گذاشته برای کسایی که رفیوجی هستن، پناهنده هستن. نه فقط من، همه دوستامون چند وقت پیش داشتیم صحبت میکردیم، حرف قشنگی زدن. اگر که این کانادا دنبال پناهنده است، بعد که چرا دانشجوی بین‌المللی راه میده؟ شما اینجا هر اداره‌ای میری میگه خدمات من برای پی آر ها و رفیوجی هاست. خب پس این کسی که دانشجوه چی؟ اگر تو واقعا میخوای که مهاجر بگیری و مهاجرا رو به عنوان رفیوجی بگیری بعد کارا رو به اونها بدی، خب یه قشر تحصیل کرده هم اینجا هستن، توی این 2 سال توی این 5 سال که میخوان درس بخونن نیازمند این خدمات اجتماعی هستن. مثلا چی؟ کار. یه سری اداره ها توی کشور کانادا هستن که میتونی بری پیششون رزومت رو بدی، بگی من این کار بلدم و به تو کار معرفی میکنن. یعنی بقیه شرکت ها میان به کاریابی. خب ولی بعدیش اینطوری هستش که وقتی میری اونجا میگه من فقط برای پیارا و کسایی که رفیوجیان کار میکنیم. و ما ایرانی‌ها، نه الان ما ایرانی‌ها، کلا دانشجو جماعت وقتی دنبال یه کار پاره وقت میگرده نمیتونه، میگن که ما برای دانشجو کاری نداریم. خب خیلی عذابه. حالا ایرانی‌ها به واسطه اوپن ورک پرمیتی که دارن میتونن این کار رو انجام بدن. خب ولی بقیه دانشجوها که نمیتونن. مثلا ایرانی‌ها اینجا چیکار میکنن؟ یکی 2 تا جا از این اداره ها رفتن و به در بسته خوردن، رفتن توی اون یکی اداره چند تا کارگزاری هست دیگه، اصلا نگفتن که دانشجوان، اوپن ورک پرمیتشون رو ارائه دادن و گفتن ما دنبال کار میگردیم. یعنی با دروغ دارن میرن جلو. خب دروغ هم نمیگن و واقعیت رو نمیگن، چون طرف بفهمه که دانشجویی میگه نه. یعنی براشون پناهنده اولویت بیشتری داره تا دانشجو. نمیدونم، شاید نظرشون اینه که دانشجو میاد اینجا یه پول خرج میکنه برمیگرده میره کشورش، ولی پناهنده که اینجا هستش به کار و خدمات اجتماعی نیاز داره. خب این یه بخشش درسته، ولی خب لااقل اینا رو مساوی کن با هم دیگه. تو وقتی که اولویت رو فقط اون قرار میدی یعنی که دانشجوی بین‌المللی اصلا برای تو اهمیتی نداره. و این قضیه فقط واسه ما نیست، یعنی خود کسایی که کانادایی هستن هم بعضی موقع حرف میزنن میگن که این مهاجرینی که اومدن اینجا انقدر دیگه کار و زندگی و شغل رو گرفتن که ما بیکار موندیم. بله درسته یک تعادلی نیاز داره، ولی نه اینکه این تعادل از ویزاهای دانشجویی و کارگران موقت کم بکنن. اگه میخوان کم کنن همه رو با هم کم کنن، رفیوجی ها رو هم کمتر کنن. بالاخره کسی که میاد اینجا تو این 2 سال و 5 سال میخواد درس بخونه بالاخره باید کار کنه دیگه. این یکی از اون اخبارایی بود که هرس آدمو در می آورد.